خب یه 405 داریم که قرار موتورش تعمیر اساسی بشه. بلوتش هم از قبل اومده. میریم که شروع کنیم. میگن یه روز یه مردی میاد خونه و میبینه که زنش داره گریه میکنه. میگه چی شده، چرا گریه میکنه؟ میگه آره من وقتی بی‌حجابا گنجشکا رو درخت میشینن منو نگاه میکنن، من میترسم برم جهنم. شوهرش پیشونی زنش رو ماچ میکنه و درخت رو قطع میکنه. هفته دیگه یه خود زودتر از سر کار میاد، ببینه زنش با یه مردی تو خونه است. مرد هیچی نمیگه، اساسش جمع میکنه و از اون شهر میرسه به یه شهر دیگه، میبینه جلوی کاخ پادشاه همه جمع شدن. میپرسه چی شده؟ میگن که از گنجینه پادشاه دزدی شده. میبینه تو وسط جمعیت یه پیرمردیه با نوک پنجه راه میره. میپرسه این چرا اینجوری راه میره؟ میگه این از بس که با خداست و ایمان داره، تقوا داره، اینجوری راه میره که مورچه ها رو لغت نکنه. مرده میره جلوی در به نگهبان، میگه آقا من دزدو پیدا کردم. میبرنش پیش پادشاه و میگه اون پیرمرده که با نوک پنجه راه میره دزدونه. خلاصه پیرمرده رو میارن بازجویی میکنن و اعتراف میکنه. پادشاه به این مرده میگه که تو از کجا فهمیدی؟ میگه تجربه بهم ثابت کرد اونایی که تظاهر بیش از حد میکنن یه گناه بزرگی پشتش خوابیده. میگه از دورنگی های پنهان خسته هم حق با تو بود. باده پنهان در قبا دارند و قرآن در بغل.